خب یه دعا برای پیغام امروز، ولی قبل از اون با هم یه دعایی بکنیم دیگه، نه؟ بفرمایید لطفاً. لطفاً با شماره من 1 2 3. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش نیاور، بلکه از آن شریر رهایی را ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین. آمین. خدا رو شکر. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه تو این دعا رو به ما یاد ندادی تا حفظ کنیم و فقط بیان کنیم. سپاسگزاریم خداوندا که تو ما رو کمک میکنی مسیح جان، به واسطه روح قدوست تا بتونیم جزء جملات و کلمات این دعا رو به انجام برسانیم. اگر نمی کنیم که میدانیم خیلی از قسمتاش رو ناقص انجام میدیم، همین الان در حضور تو توبه میکنیم و میطلبیم خداوند در قدوسیت نام عیسی مسیح، تو که ما رو بخشیدی، امروز به ما قوت بده تا بتونیم این دعا رو هر قسمتش رو به مرحله اجرا بگذاریم. ما دعا نمیخونیم تو دیوار، بلکه دعا میکنیم. بگذار که خداوند این دعای قلبی ما باشه و عمل کنندگان کلامت باشیم بیش از آنکه گویندگان کلامت هستیم. اجازه بده خداوند دعای ربانی غالب دعاهای ما باشه، مفهوم دعاهای ما باشه، الگو باشه برای دعاهای روزانمون و بتونیم خداوند با انجام دادن آنچه که تو به ما آموختی نام تو رو جلال بدیم. امروز آمدیم خداوند در کلیسای تو برای پرستشت، برای اینکه به شناخت عمیق‌تری از تو مسیح جان برسیم، برای اینکه پدر تو رو بهتر بشناسیم، روح القدس تو رو بشناسیم و در این رابطه‌ای که در تثلیث هست هضم بشیم. خداوند وقتی که از اینجا بیرون میریم دیگه خودمون رو نبینیم، بلکه خودمون رو در پادشاهی تو ببینیم. اجازه بده خداوند این دست‌های خالی ما امروز پر از کلیسا بیرون بره. ذهنمون رو خالی بکن خداوند از هر آنچه که بیرون اتفاق میفته و بگذار خداوند این نیم ساعت یک ساعتی که در حضور تو هستیم فقط به تو فکر کنیم، فقط از تو یاد بگیریم و هر کدوم از ما وسیله باشیم برای بغل دستیامون، برای هم نیمکتیامون، برای اونهایی که برادر و خواهر خطاب میکنیم، که او جلال تو رو در زندگی ما ببینه، که اون برادر و خواهر مسیح رو در زندگی ما ببینه. مسیح جان از تو میخواییم که بیای و در ما ساکن باشی. ای روح القدس عزیز در زندگی ما کار بکن. همین الان میطلبم خداوند از سر تا به پا تک تک عزیزانی که تو این اتاق هستند مس بکنی خداوند و از دنیا جدامون بکنی. میخوایم وارد عمق‌های کلام تو بشیم. میخوایم خداوند با امیدواری به حضور تو دعا بکنیم. پس ای خداوند میخوایم برای چند دقیقه، برای یک ساعت از این دنیا جدا بشیم، بیایم تو دستای مبارک تو. وقتی که در حضور تو هستیم خداوند هر حرکتی از ما مبارک باشه، نه اینکه ماسک بگذاریم، نه اینکه لباس بازیگران رو بپوشیم، نه اینکه بازی بکنیم برای تو، بلکه آرام آرام تمرین بکنیم تا زندگیمون عوض بشه. پس ای خداوند میطلبم سخنان زبان من و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. ای خداوند که صخره و نجات دهنده ما هستی. به اسم مقدس عیسی مسیح طلبیدیم. آمین.
خدا رو شکر حامل سلام ها هستیم از کلیسای شاگردان خدمت شما عزیزان. با هم کلی برکت گرفتیم اونجا، اما گفتن که سلام خدمت اون کلیکر هم باید زحمت بکشی، یه دونه کیف گرده توی اونه، نه توی خود محفظه اصلی. و شما فعلا یه اسلاید بزنید. من امروز میخوام در مورد امید یا آرزو با شما صحبت کنم. یه دوستی هم داشتم اسم خودش امید بود، اسم خواهرش آرزو. زیادن از این برادر خواهرانم، ولی امید آرزو اگر صدای منو میشنوید منظورم شما نیستید. معنای واژه امید و واژه آرزو، تعریف هر دوتاشو میدونید دیگه، نه؟ امید چیه؟ آرزو چیه؟ خیلی هم با هم اشتباه گرفته میشه. قبول دارید؟ اگه نه حالا بعداً بیشتر با هم صحبت کنیم. کلام خدا توی رومیان باب 12 آیه 12 به ما میگه که چی شد؟ من معذرت میخوام. در امید شادمان، در سختی ها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید. هفته یه بار دعا بکنم پس کافی نیست. ثابت قدم معنیش میدونید چیه دیگه؟ بریم جلوتر. کلام خدا نمیگه در آرزو شادمان باشید، بلکه در امید. قبول دارید؟ وقتی در امید خود شادمان باشیم نتیجهش این میشه که شکیبایی رو در سختی ها تجربه میکنیم و یاد میگیریم و برای دعا پابرجا و استوار میایستیم. یه ذره این جمله رو براتون باز کردم. خداوند مقوله اهمیت محبت رو در باب 13 اول قرنتیان با این آیه تمام میکنه. میگه و حال این سه چیز باقی میماند: ایمان، امید و محبت، اما بزرگترینشان محبت است. پس بیایم امروز کمی در مورد این سه تا جزء که در مورد انتشار محبت حائز اهمیت هست با هم تفکر بکنیم. ایمان اجزایی داره، درسته؟ کلاس‌های مقدماتی عزیزان درس گرفتن دیگه، نه؟ ایمان شامل شناخت، پذیرش و توکل هست. وقتی شناخت ناقص باشه، وقتی عیسی مسیح رو نشناسیم، درست نشناسیم، اشتباه بشناسیم، به اندازه کافی نشناسیم، در واقع اتفاقی که میفته پذیرش شرطی میشه. وقتی که من کلیسای قبلی در مورد موضوع دیگه صحبت میکردم، ولی خب حالا یه ربطی هم داره. وقتی که عیسی مسیح اون موقع پیامبر رو تازه فهمیدیم که نه پیامبر نیست، عیسی مسیح خداونده. اوکی، آمین. این عیسی مسیح خداوند میتونه منو شفا بده. آمین. کافیه؟ این عیسی مسیح خداوند میتونه شغل جدیدی برای من پیدا بکنه. کافیه؟ فقط همین قدره؟ به قول برادر سعید بعد از موعظه اومدم و به بچهای کلیسای خودشون اینجوری گفتن: من از کل موعظه میخوام براتون خلاصه کنم اینو بگم. جلوی یک کسی که یک صاحب یک کشوره، من اومدم بهش میگم که نه، همین یه دونه شکلات رو به من بده بسمه. وقتی که شناخت ما ناقص باشه، وقتی که ما میریم، میگم پیرزنی رفته بود، ببخشید خانم محسن نصیحت رفته بود جلوی توی یه بندری ایشون زندگی میکردن، کشتی پهلو گرفت، بارش گندم بود و ایشون یه دونه یغلبی، اونایی که سربازی رفتن، آورد گفت آقا من گندم میخوام. ناخدا گفت نمیدم، برو. ملوانش رو با یه درشکه، یه فرغون با 3-4 تا رونی گندم فرستاد در خونش. بهش گفتن چرا اینجوری کردی؟ من انقدر خواست ندادی، حالا 3 تا رونی چرا میدی؟ گفت اندازه نیاز خودش خواست، من اندازه توانگری خودم میدم. خداوند ما اینجوریه. ما چون شناخت کاملی از خداوند نداریم، اندازه شناخت خودمون ازش میخوایم. آبنبات فروش سر کوچه میشناسیم، شفا دهنده میشناسیم. عیسی چرا وقتی که شفا میداد میگفت نرید به همه بگید؟ مهمترین دلیلش این بود که نمیخواست به عنوان عیسی شفا دهنده فقط شفا دهنده معروف بشه. مردم دنبال این باشن که خداوندیش رو درک بکنن، صفات دیگرش رو، کارهای دیگرش رو بفهمن. پس پذیرش شرطی میشه. وقتی که پذیرش شرطی میشه، توکل هم خدشه‌دار میشه. چطور؟ وقتی که به عنوان آبنبات فروش سر کوچه فقط میشناسی، اجاق گازت خراب بشه، اینجا البته اجاق خیلیاشون برقیه، اجاق گازت خراب بشه دیگه نمیری طرفش. اگر ندونی که این آبنبات سر کوچه بلد اجاق گازم تعمیر بکنه،
اگر بدونی که این بابا قبلا مثلا تو کشور خودش پزشک بوده، الان اینجا آبنبات فروشی میکنه، وقتی مریض بشی نمیری سراغش. چرا؟ چون شناخت خوبی ازش نداری. پس سطح توکلت میاد پایین. کاملا مشهوده. خب اینجاست که چه اتفاقی میفته؟ استرس وارد میشه. استرس و نگرانی وارد میشه، قضاوت‌ها وارد میشن و هر آنچه که خدا نمیپسنده یواش یواش وارد زندگی روحانی ما میشه و ما رو در نهایت نسبت به وسوسه آسیب پذیر میکنه. در برابر وسوسه ضعیف میشیم و بزرگترین اتفاق بد برای انسان میفته. انسان چرا سقوط کرد؟ به وسوسه جواب مثبت داد. جلوی وسوسه نتونست بایسته. وقتی که وسوسه خدشه‌دار باشه بزرگترین اتفاق میفته. در مورد نکته سوم هم میدونیم که کلام میگه بزرگترینشان محبته. در مورد ایمان توی کلاس‌های تعلیمی و موعظه‌ها خیلی شنیدیم، اما امید چطور؟ متاسفانه جامعه ما از واژه امید خیلی اوقات اشتباه برداشت میکنه. عزیزان، امید کاملا با آرزو متفاوته و تشخیص تفاوتشون گاهی اوقات ذره مشکل میشه. یه مرز باریکی بینشون هست. امید یعنی ایمان داشتن به واقعیت‌هایی که انجام خواهند شد. من امید دارم که انجام خواهد شد، نه اینکه انجام آیا بشود آیا نشود. این میشه آرزو. امید روحانی ایمان داشتن بر همون واقعیت‌ها، اونهایی که انجام خواهند شد، بر حسب وعده‌های غیرقابل تغییر خدا هستند، اگرچه هنوز انجام نشدند، ولی به انجام اون به اون شکلی که اراده خدا هست کاملا ایمان و اعتماد داریم. پس امید روحانی اینه که من یک سری واقعیت‌ها رو که بر اساس وعده‌های کلام خدا میدانم انجام خواهند شد، این میشه امید روحانی. وعده هایی که میدونم انجام خواهند شد. ولی آرزو چیه؟ آرزو یک احساس لذت بخشه و اعلام یک خواسته دلپسند شخصی که بر حسب سلیقه و میل شخصی ماست که هیچ اطمینانی به انجامش نداریم، بلکه فقط دوست داریم که انجام بشه. این میشه آرزو. پس امید چیزی هست که باور داریم انجام خواهد شد، چون وعده خدا درش هست، چون که خدا وعده داده و میدونیم که وعده دهنده امین هست. کلام خدا میگه بیایید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. این میشه وعده، این میشه امید به وعده. خیلی از ما در دعا انتظارهایی رو که از خدا، از دنیا، از دیگران یا از خودمون داریم رو در قالب آرزوهای انسانی بیان میکنیم، ولی منتظریم ثمره اون رو از طریق وعده‌های خدا توضیح بدیم و دریافت کنیم. چیزایی که خودمون دلمون میخواد، چیزایی که دنیا بهمون یاد میده، چیزایی که محیط اطراف به ما یاد میده، این خواسته های شخصی رو به زور میخوایم، ببخشید این واژه رو به کار میخوایم بچپونیم توی وعده های کلام خدا، در حالی که نیست. از طریق وعده های کلام خدا میخوایم توضیحش بدیم خواسته های شخصیمون. حالا توی مسائل دیگه هم وجود داره. تفسیرهای الهیاتی من درآوردی رو میایم به زور با کلام خدا میخوایم مطابقش بکنیم، یعنی به زور میخوایم کلام خدا رو تغییر بدیم. ببینید چند نفر داریم که تجربه چشم آستیگمات دارید، خودتون یا اطرافیانتون؟ به خوبه. بعد برید از این خواهر برادرها بپرسید. چشم آستیگمات وقتی اولین بار اون شخص میره دکتر، عینکی که دکتر براتون مینویسه دقیقاً حس آدمای وسواس اینو کاملا متوجه میشن من چی میگم. لااقل 2-3 نفر از این جمع میدونن که این وسواسا رو دارن. انگار که یه میله کردن تو قرنیه چشم، به زور میخوان چشتو صاف کنن. انگار که این قرنیه مثلا میمری بوده، الان داره صاف میشه. کلام خدا باید دید ما رو صاف بکنه، ما نباید کلام خدا رو تغییر بدیم با زاویه دید خودمون. هیچکی نمیاد شیشه عینکی رو که از عینک فروشی از دکتر عینک ساز گرفته ببره خودش یه سنگ فرز بگیره اینجاشو کم و زیاد بکنه. درسته؟ ما عینکمون رو تغییر نمیدیم. ما با این عینک به دنیا نگاه میکنیم، با این عینک الهیات میفهمیم، با این عینک عیسی رو میشناسیم.
اگر غیر از این باشه من عیسی مسیح پیامبر رو، این واژه دروغین رو میارم تو قالب کتاب مقدس و تعریفش میکنم که شده دیگه، خیلی ها کردن. کلام خدا به ما این رو تعریف میکنه برای ما، این شرح رو برای ما داره که عیسی نقش نبوت هم انجام داده، او به عنوان یک نبی هم در دنیا خدمت کرده. اما عده‌ای از حالا به اصطلاح فلاسفه اومدن فقط اینو توضیح دادن، اما کلام خدا میگه نگفتن تمام حقیقت، نگفتن بخشی از حقیقت و بیان فقط بخشی از حقیقت، اینم دروغ گفتن. با این دروغ اومدن یه فرقه رو انداختن که عیسی رو کاملا جسمانی جلوه بدن، الوهیت عیسی رو زیر سوال بردن. اما خیلی از ما در دعا چیکار میکنیم؟ دوباره بگم، انتظارهایی رو که از خدا، از دیگران، از خودمون داریم در قالب آرزوهای انسانی بیان میکنیم و میخوایم بیاریمش تو قالب کتاب مقدس هم تعریف بکنیم. و این بزرگترین اشتباه در ایمان مسیحیه که آرزوهای خودمون رو جایگزین امیدی بکنیم که بر مبنای ایمان بر طرح و دعوت و خوانده شدگی خداست. به عبارتی خدا رو مثل چراغ جادو میبینیم. در واقع این واژه‌ای که این جمله‌ای رو که می‌بینید ما خط بطلان روش می‌کشیم و میایم میگیم که آرزوهای من، آنچه که خدا برای من در نظر گرفته، امیدی رو که بر مبنای ایمان به طرح و دعوت و خوانده شدگی خدا هست، ما این امید رو میذاریم کنار، آرزوهای خودمون رو تاج پادشاهی میذاریم بر سرش و آرزوهای خودمون رو میکنیم همه چی. به عبارتی خدا رو مثل چراغ جادو میبینیم. پس میخوام 5 نوع دعای اشتباه یا همون آرزو رو خدمتتون بیان بکنم که اشتباهی در دعا کردنهای ما و یا به نوعی بگم به صورت امید وعده داده شده بیان میشن و میخوام خدمتتون بگم که در دعا کردن باید بهشون دقت بکنیم. نکته اول، دعا کردن برای اون چیزهایی که خدا در کلامش قول نداده. اینا یه آرزوه، نه امید. چیزایی که خدا تو کلامش نگفته آرزوه، امید نیست. بعد از کجا بدونم من اومدم دعا بکنم آیا این دعای من در کلام تعریف شده یا نه؟ راهش خیلی ساده است. کسی میتونه بگه؟ یه دست بزنید براشون. کلام خدا رو بخونید. مگه کلام خدا رو بخونیم؟ برادر خودت داری تو دانشگاه درس میخونی، بیا اینجا به ما درس بدی. من کلام خدا رو بخونم میفهمم؟ مگه روح القدس نیست؟ اما حواسمون باشه که روح القدس به تنهایی کافی هست، ولی من به اندازه کافی تسلیم روح القدس نیستم که بشینم خونه و بگم که من کلام روح القدس تموم شد. پس بقیه جای کلام رو من بلد نیستم که کلام خدا میگه و خدا داد به کلیسا معلمان، کشیشان، شبانان، خادمان. همه این خادمانی که من الان تاکیدم رو معلمانه. خدا پس چرا به کلیسا معلمان میده؟ اگر قراره که من نرم درس بخونم، اگر قراره من خدمت بکنم و قرار نیست برم، خدا زیر حرف خودش میزنه؟ خدایی که خودش در کلامش گفته من به کلیسا معلمین بخشیدم، نمیاد بگه تو نرو درس بخون. 2 تا 4 تاست. قبوله؟ اینجا ایران نیست که 5 یا 3 بشه، اینجا 4 تاست. تیکم فرمونه. به من میگن سیاسی حرف نزن. نکته دوم، دعا کردن برای آنچه مخالف اراده خداست یک آرزوه، یک امید نیست. گاهی اوقات دعا میکنیم و جوابش نمیگیریم. بعد خودمون به واسطه روح القدس، به واسطه شنیدن در موعظه ها، به واسطه مشارکت با دوست، برادر و خواهر مسیحی و یا هر طریق دیگری متوجه میشیم که آقا من داشتم کاملا خلاف اراده خدا دعا میکردم، پس واسه همین بود که جواب نمیگرفتم. وقتی برخلاف اراده خدا دعا میکنی، نتیجه نمیگیری، یه جایی متوجه میشی. چرا؟ الان تو سرود خوندی، روح او بر ماست، اونجا خوندی؟ خب یه سرود بهتون دادم. خداوند شبان ماست، روح او در ماست. این آهنگش رو بتونید پیداش کنید. سوم،
دعا کردن برای آنچه که به انجامش ایمان نداریم یک آرزوست، نه یک امید. وقتی دعاهای مشابه دعایی میکنیم که در کلام نمیبینیم و مثل دعا کردن اون خانم مسنی که شبش داشت دعا میکرد، قبلا براتون مثال زدم، خانم دعا میکنه، یه موعظه‌ای توی شبکه فلان میبینه، کلام هم نخونده ها، یه موعظه دید که اونجا گفت آقا آیه دیروزمون که اگر ایمان داشته باشی هرچه بخواهی خواهی یافت. حتی خب بعدش عیسی توضیح میده که اگر ایمان داشتید کوه رو میتونستید جابجا بکنید. خانم شبش دعا میکنه که یه کوه پشت خونش بود جابجا بشه. صبح میاد وای میشه نگاه میکنه میگه من دیشبم میدونستم تو تکون نمیخوری. چیزی که ایمان نداری قرار انجام بشه، یا ایمان داری که قرار نیست انجام بشه ولی دعا میکنی. من نمیدونم داری منو مسخره میکنی، خودت و خدا رو، کلامو. گاهی اوقات ما دعا میکنیم با 99% شک، خدا این هم بشه، یعنی میشه. دعا کردن برای چیزهای منفی و مخرب اینا آرزو هستند و برای ما مسلمان زاده ها عموماً از مذهب گذشته همراه اومدن. دعاهای مخرب، دعاهای منفی، الهی که ماشینت پنچر بشه، بری زیر هواپیما، نمیتونم سیبیلتو گاز بگیرم. دعا کردن برای نابود شدن دیگران، دعا برای اینکه خدا ظالمون رو به سزای عملشون برسونه متفاوت. برای اینکه این تو کلام وعده داده شده، یکی دوباره نیست. خدا توی کلامش گفته که من ظالمان رو به سزای عملشون میرسونم و ما از خدا در دعا درخواست میکنیم که خدایا این کاری رو که گفتی، این وعده ای رو که دادی تعجیل بکن، برای اینکه هموطنامون دارن عذاب میکشن. این از روی دلسوزی مونه. یه سوالی یه برادری 1 سال پیش از من پرسیده بود، الان یه بار دیگه بهش جواب دادم. پس وعده کلام خداست و ما این وعده کلام خدا رو از او در دعا میطلبیم. دعا کردن برای چیزایی که بهش عمل نمی کنیم یه آرزوه، نه یک امید. فقط دلمون میخواد. معمولاً هم اینطوری بیان میشه. یعنی میشه داستان کاسه ماست و دریای کاسپیان میدونید چیه دیگه، نه؟ بعد میگفتم گیلکا نگم، بقیه میدونن. طرف وایساده کنار دریا میگه این کاسه ماست رو بریزم تو این آب شور، دوغ میشه یا نمیشه؟ یعنی میشه. اگه بشه چی میشه؟ این آرزوی واهی هم هست. این اصلا امید نیست. اصلا میدونیم که نمیشه. خدای حقیقی خدای امیده و تنها به دعاهایی پاسخ میده که برخواسته از ایمان و امید به اراده و اقتدار او هست و محبتی که توی اون دعا نهفته هست. نه دعاهای آراسته به خواهش‌هایی که در خیالات و تصوراتمون پرورش میدیم. و در کلامش به ما میگه اگر ایمان داشته باشید هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت. نکته اولش اینه که اگر ایمان داشته باشید به چی؟ به وعده‌های خدا که اونها حقیقی هستن. کلام میخونم پس میبینم خدا هر چی وعده داده بهش عمل کرده. اما وقتی کلام نمیخونم یا مغرضانه و ایرادگیرانه کلام خدا رو میخونم، اون وعده ها رو نمیفهمم. چند تا وعده عهد عتیق و با عهد جدید مقایسه کردید تا الان؟ اونایی که بیشتر از 1 سال کلیسا میرید. روش‌های مطالعه کتاب مقدس رو قبلا گفتم خدمتتون. من عموما خواهش میکنم اول انجیل یوحنا رو بخونید، بعد کل عهد جدید رو بخونید، بعداً بیایید از ابتدای پیدایش تا انتهای کتاب مقدس بخونید. اوکی الان نه، اوکی نه باشه، الان رسیدید به جایی که بهتون میخوام بگم موضوعی بخونید راجع به مثلا تفاوت برکت و لعنت، تفاوت اطاعت کردن و بی اطاعتی از خدا، نمیدونم معجزات عیسی مسیح، داستان زندگی فلان، داستان زندگی فلانی. موضوعی برخورد بکنید با کلام خدا. بهتون قول میدم بعد 2 سال خودم کمکتون بکنم که بیاید اینجا یه ذره از بار من کم بکنید. لااقل ما 1 بار مثلا بیاید پشت تریبون موعظه کنیم. تو اون مدت هم میدونم چیکار کنم.
4 نفر اون هفته معرفی کردم به دانشگاه. خب مغرضانه و ایرادگیرانه کتاب مقدس رو نخونیم که بتونیم بعدها رو بفهمیم. ببینید الان یه برادر یا یه خواهر به من میگه شما برو پشت تریبون، من براتون یه لیوان آب میارم. من وعده اون عزیز رو باور میکنم، راه میافتم میام. البته امروز کسی به من همچین وعده‌ای نداده بوده. یا اصلا میگم چه میدونم میخواستم بریزه تو آب به من بده. یا بابا این اصلا از اون اولش الکی میگه. وقتی بعدش رو باور نمیکنم، وقتی قولش رو اصلا گوش نمیدم که دقت بکنم، این وعده رو شما 26 سال پیش به من داده بودی. تو جیب جلویشه، جلوش مرسی. ایشون 26 سال وفادارانه کنار من ایستاده و همیشه حرفای منو همینقدر خوب مطلقای منو همه رو بدونه. نه باور کن تشنم شده بود، اصلا تو نوتم نیست، به نوعی خواهش بود. مسیح به ما یاد میده که چطور دعا بکنیم. پس اگر نکته اول ایمان داشته باشیم، سطر دوم چی میگه؟ هر آنچه در دعا درخواست بکنیم. مسیح خداوند چطور دعا کردن به ما یاد داد. اول جلسه چطور دعا کردیم؟ اراده کی؟ تو. همونطوری که تو آسمان، اینجا قرار آسمان بشه. اراده تو در آنچنان که در آسمان است بر زمین نیش کرده شود. خب وایسیم اراده خدا کرده شود. نه خیلی این اشتباهه. اراده تو آنچنان که در آسمان کرده شده از طریق من بر روی زمین کرده شود. من مجری اراده تو باشم. حاضری این عملو بگی؟ هر هفته میای تکرار میکنی؟ معنیش اینه. من گذاشتم چندین هفته بگذره از این موضوع، بعد بیام یه ذره یه قسمتای از مغزها رو قلقلک بدم. وقتی که میگیم اراده تو انجام بشود، اراده تو از طریق من انجام بشود، محبت تو از طریق من جاری شود، جواب دعا از طریق من انجام بشود. سیلی زدی، سیلی خوردی، اون روی خود را بگردان. 99% ما ایرانی ها میگیم خب زدم باید روشو برمیگردون دیگه. نه، کی گفته اگه سیلی زدی انتظار داشته باش او روی خود را برگرداند؟ کلام خدا میگه تو اگر سیلی خوردی، مخاطب این کلام منم. اگر من سیلی خوردم باید صورتم اون ورش رو نگه دارم. هیچ کس حق نداره از کس دیگه به زور بخواد که تو باید محبت بکنی. محبت رو مسیح روی صلیب کرد و همه ما رو باز خرید کرد. من قرار نیست کسی رو ملزم بکنم به هر کاری که مسیح گفته. من سیاوش اگر اینجا ایستادم و به شما میگم که اراده خدا باید از طریق زندگی تک تک شما انجام بشود و دارم شما رو ملزم میکنم، این من نیست، لطفاً از من نبینید. این پیغامیه که خداوند به من داده به شما بیان بکنم و من خودم مخاطب این پیغام هستم. من اون دوره 2 ساله‌ای که توی خونه موعظه میکردم و خیلی دوست داشتم، برای اینکه همیشه جلوم یه دونه آینه بود و توی اون موعظه ها من خیلی راحت به جای ما میگفتم تو. شنوندگان خیلی بهتر مورد خطاب قرار میگرفتن و خودم هم تو آینه انگشتم رو میدیدم انگار که مثلا یه سیاوش دیگه داره به من میگه از طرف خدا. من این خدمت رو دارم انجام میدم. پس استثناء منو جزو استثناء قرار بدید که شما رو ملزم بکنم. اراده کی انجام بشه؟ اراده خدا، اراده من نه. مسیح توی باغ جتسیمانی گفت نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و سطر سومی که الان براتون گذاشتم خواهید یافت. نگفت شاید بیاید، نگفت حالا توی شورای 3 نفره تسلیس بشینیم یه میتینگی بذاریم حالا ببینیم نتیجهش چه خواهد شد. گفت خواهید یافت، قطعاً خواهید یافت. پس چرا برخی دعاهای ما انجام نمیشن؟ سوال متداول ما مسلمان زادگان. یا به جای امید داریم آرزوهامون رو بیان میکنیم، یا وعده‌های خدا رو نمیدونیم بلکه خواهش‌های دلمون رو داریم به اون میگیم، یا اراده و وعده‌های خدا رو میدونیم
اما اراده خودمون رو غالب بر اراده خدا دیدیم و خواست خودمون رو بر اراده خدا ارجح دانستیم. پس طبق وعده های خدا، موافق اراده خدا، ایمان داشتن به انجام شدنش برای چیزهای مثبت و سازنده و عمل کردن به اون دعا بکنیم. اگه بخوایم 10 سال دعا بکنیم، خودمون توی اون دعاهامون هیچ نقشی نداشته باشیم، یک ذره فایده نخواهد داشت. ایمانمون باید با عملمون مطابق باشه. آمین؟ امروز اومدیم به خانه خداوند. دلیل آمدن خیلی ها ممکنه با هم در کلیسا متفاوت باشه. یکی میاد میگه من متداول ترینشون، اصلا من میام کلیسا یه هفته شارژم، اصلا نیام کلن یه هفته پنچرم، برای خودش در میاد. من میام سرود میخونم یه حال دیگه ای میشم و میام که اون حال دیگر رو یه هفته حفظ بکنم. اپلیکیشن هست پرستنده 24 ساعت داره سرود پخش میکنه، بزنید گوش بدید. کانال تلگرام داریم ما 600 تا بالغ بر 600 تا سرود توش داریم، گوش بدید حالتون خوب بشه. نمیخواد کلیسا بیاید. کلیسا میرم که سه نقطه، کلیسا میرم که دلایل مختلف. دلیل اصلی کلیسا آمدنمون، دلیل اصلی مطالعه کتاب مقدس، سرود خواندن، موعظه کردن، خدمت‌های مختلف که همشون مقدس هستند، همه این کارها دلیلشون باید شناخت خداوند باشه. خداوند را در فر و قدوسیتش ستاییدن باشه، خداوند رو شناختن و با او راه رفتن باشه. برای اینکه جدا از خدا تو این دنیا راه بریم چه اتفاقی میفته؟ دچار مرگ روحانی میشه. میدونید جهنم الزاماً یک مکان مشخص که گوگل مپ بزنی بری اونجا حتما هم آتیش و گوگرد و فلان و اینا نیست. میدونی معنای باقی جهنم هر جایی که حضور خدا نباشد است. هر جایی که حضور خدا نباشه. من و شما انسان انتخاب کردیم که با خدا نباشیم. من و شما مسیحی یک روزی از این موضوع توبه کردیم و تصمیم گرفتیم که با خدا قدم بزنیم. پس وقتی که عیسی مسیح میگه ملکوت در میان شماست، منظور همینه. وقتی که عیسی روی زمین آمد، ملکوت رو با خودش به زمین آورد. دوست داری تو ملکوت خدا باشی، امیدوارانه دعا بکنی، یا نه دوست داری آرزوهای واهی رو بیان بکنی و امیدی هم به تحققشون نداشته باشی؟ انتخاب با خودتون. کلام خدا میگه اینک برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشته. خود دانید. دعا کنیم. خدای پدر تو رو شکر میکنیم برای تمامی برکاتی که در عیسی مسیح برامون فراهم کردی. تو رو سپاس میگیم خداوندا، به خاطر اینکه هر چقدر خداوند در شناخت عیسی مسیح عمیق‌تر میشیم، هر چه جلوتر میریم، تازه متوجه میشیم که کمتر رو شناختیم. تازه متوجه میشیم که وعده‌های تو رو کمتر درک کردیم، محبت‌های تو رو کمتر درک کردیم. بگذار خداوند در قدوسیت نام عیسی مسیح اون موقعی که به گذشته نگاه میکنیم، دردها، یأس‌ها، غصه‌ها، بیماری‌ها، ناتوانی‌ها به چشممون نیاد. اگر به گذشته نگاه میکنیم بابت شکرگزاری باشه برای اون زمانهایی که تو ما رو بیرون کشیدی. خداوند میخوایم که تو ما رو تبدیل کنی، تو ما رو تغییر بدی تا مطابق کلام تو قدم بزنیم، نه اینکه فقط مطابق کلامت حرف بزنیم. یعقوب در کتابش به ما میگه کنندگان باشیم. خداوند برای اینکه کنندگان باشیم باید مطالعهش کرده باشیم. برای تک تک ما وقت باز کن خداوند، وقتهای ما رو برکت بده. زمانهای ما خداوند در دستان توست، تو میتونی زمانهای ما رو برکت بدی. اشتیاقمون رو مضاعف کن خداوند برای شناخت بهتر خودت. و در ما خداوند
خلقتی نو ایجاد کن، تبدیل ما کن خداوند، تا با تو وقت بگذاریم، نه فقط با ساختمان کلیسات، نه فقط با نیمکت ها، نه فقط با برادران و خواهران، بلکه کلیسا رو در تو ببینیم. با تو میخوایم وقت بگذاریم، میخوایم کمال همنشین در ما اثر بکنه، میخوایم تو کلیسا تو رو ببینیم خداوند، میخوایم وقتی کلام میخونیم تو رو ببینیم، میخوایم وقتی دعا میکنیم تو رو ببینیم، وقتی که سرود میخونیم تو رو ببینیم و از همنشینی با تو لذت ببریم. آنچه که تو گفتی، میخوایم در قلبمون رو به روی تو باز بکنیم خداوند. تو اتفاقا به ایماندارها میگی، به کلیسای لاودوکیه گفتی اینک من پشت در قلب تو ایستادم و میکوبم، هر که در را باز کند هر آینه وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد. پس این ما ایماندارها هستیم، اگرچه این آیه رو ما برای بشارت دادن هم استفاده میکنیم، اما تو به ما ایماندارا گفتی. خداوند دعا میکنیم به نام مقدس عیسی مسیح نشه اون مثالی که راجع به کلیسایی میزدند که شخصی بیرون کلیسا نشسته، عیسی مسیح میاد میگه چیه؟ میگه منو تو این کلیسا راه نمیدن. میگه نگران نباش، منم راه نمیدم. مسیح جان، کلیسا باید چهره تو باشه. به خاطر تمام اون جاهایی که مسیح رو به دنیا نشون ندادیم خداوند، همین الان در حضور تو توبه میکنیم، به حضور تو میاریم اون نقصانهای رفتاریمون رو، گفتاریمون رو، کرداریمون رو، اون جاهایی که به اندازه کافی برای تو قدم بر نداشتیم خداوند، اون جاهایی که خواستیم اراده خودمون رو، آرزوهای خودمون رو به عنوان امیدهای وعده داده شده به تو غالب بکنیم. ما رو ببخش و اجازه بده خداوند در قدوسیت نام عیسی مسیح از تو و از کلامت بیشتر از گذشته بیاموزیم، خودمون رو به تو بسپاریم خداوند و اون کار تکراری آدم و حوا رو که بارها و بارها تو زندگیمون انجام دادیم تکرار نکنیم. در واقع با نپذیرفتن فرمان تو به تو نگیم تو برو زندگی تو بکن، تو خدایی تو بکن، من بهتر از تو بلدم فرمان روایی زندگی خودم رو. بدونیم که تو پادشاه زندگی ما هستی. همه اینها رو طلبیدیم خداوند و باشد که نام تو جلال بیابد، چرا که در اقتدار نام عیسی مسیح و به قوت روح القدس طلبیدیم. آمین. خدا رو شکر.